سلام، شما بیننده و یا شنونده قسمت 5 از فصل 2 مجموعه سایه هستید و توی این قسمت من رفتم سراغ آقای فراز نجاریان، روانشناس مرکز مشاوره بیماری های رفتاری و باهاشون در مورد خدماتی که این مراکز ارائه میکنن صحبت کردم. شنیدن این اپیزود میتونه اطلاعات خوبی رو در رابطه با فعالیت‌های گسترده این مراکز در اختیار شما قرار بده. از همکاری صمیمانه آقای نجاریان بی نهایت سپاسگزارم و برای ایشون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. من هم تست میدهم. 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 من هم تست من هم تست میدهم. من هم تست میدهم. سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من فراز نجاریانم، رشته تحصیلیم روانشناسیه و از سال 96 با وزارت بهداشت در حوزه HIV و عفونت‌های آمیزشی فعالیت دارم. سوال اولم از شما اینه که اصلاً مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری کجاست؟ مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری مراکزی که در سراسر کشور هستند و خدمات تخصصی HIV و عفونت‌های آمیزشی ارائه میدن. این خدمات بر محور شعار اصلی HIV که آموزش، پیشگیری و درمان هستش کارشون رو انجام میدن که در واقع شامل روانشناس مرکز، ماما، متخصص عفونی و پزشک. میشه در مورد جزئیات خدماتی که مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری ارائه میدن برامون توضیح بدین؟ محور اصلی خدمات در مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری بر همون سه اصل آموزش، پیشگیری و درمان هستش. طبیعتاً اولین مرحلهش آموزش و پیشگیری برای ما که کمک بکنیم افراد آگاه بشن، چجوری از خودشون محافظت کنن، چجوری به در واقع بیماری‌های آمیزشی، بیماری‌های عفونی مثل HIV مبتلا نشن. این محور آموزش و پیشگیری و در صورت ابتلا به این بیماری کمک میکنیم که یک درمان مؤثر و موفق با کمترین چالش رو در واقع طی بکنن. آیا مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری مشاوره تلفنی هم به افراد ارائه میدن؟ بله، بیشتر مراکز خطای تلفنی دارن که شما میتونید با تماس گرفتن ازشون سوالاتی که دارین رو بپرسین. فردی که برای تست HIV به مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری مراجعه میکنه چه فرایندی رو باید طی کنه؟ اولین مرحله‌ای که افراد در بعد ورود باهاش مواجه میشن ملاقات با یک روانشناس پذیراه که به صورت تخصصی در زمینه HIV و عفونت‌های آمیزشی هم آموزش دیده. در طی اون مرحله آموزش و آگاهی رسانی راجع به HIV، روش‌های منتقله و درمان کاملاً به فرد آموزش داده میشه. بعد از تمام مراحل آموزشی فرد کاملاً مختاره که تصمیم بگیره آزمایش HIV رو انجام بده یا نه. بعد از انجام آزمایش اگر نتیجه اولیه تستشون که رپید تستی هستش که خیلی ساده با یک قطره خون از نوک انگوش گرفته میشه و بین 20 تا 30 دقیقه جوابش میاد، اگر نتیجه واکنش بده ما آزمایش‌های ثانویه و قطعی تری مثل الایزای نسل 4 میگیریم. پس از دریافت اون آزمایش و قطعیات و بقیه آزمایش‌هایی که پزشک متخصص ممکنه صلاح ببینه تشخیص رو میذاریم و فرایند درمان شکل میگیره. رژیم دارویی مناسب فرد ارائه میشه، میتونه از کمک متخصص عفونی استفاده کنه، میتونه از کمک ماما استفاده بکنه و تمام چالش‌هایی رو که در واقع به صورتی باهاش دست و پنجه ممکنه نرم بکنه ما اونجا در خدمتشون هستیم. برای مادران بارداری که با ویروس HIV زندگی میکنن هم خدماتی ارائه میکنین؟ بله، مادران باردار غالباً پس از بارداریشون تستای HIV رو ازشون میگیرن، انجام میدن یا خودشون. اگر نتیجه مثبت باشه اونا مستقیما به مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری ارجاع داده میشن و پس از اون
فرایند درمان سریشون شروع میشه که انشالله بتونیم با درصد خیلی بالایی بچه‌ها سالم به دنیا بیان. شما امکان معرفی پزشکان زنانی که این مادران باردار رو تا به دنیا آوردن فرزندشون همراهی بکنن دارین؟ ما معرفی نمی کنیم، اما میخوام این نکته رو ذکر بکنم که در تمام مراحل پیش مادران باردار هستیم. فارغ از مادران باردار، هر مدل مراجعه‌ای که ما مراجعه بکنه و نیاز به ارجاع به هر پزشکی داشته باشه ما سعی میکنیم راهنماییشون کنیم، ولی باید در نظر داشته باشین تمام متخصصین و پزشکانی که عملهای جراحی انجام میدن، دندون پزشکی، جراحی‌های مختلف، هر چیزی که حالا به هر حال احتمال ابتلا و در واقع جراحت یا به اصطلاح نیدل شدن رو میبره بالا، همه اونها آموزش دیدن. پزشکان همشون کاملا چه به لحاظ اخلاقی چه به لحاظ علمی آموزش دیدن که از خودشون مراقبت بکنن طی پروسه عمل جراحی، طی پروسه دندون پزشکی، هر چیزی که هست پزشکا این آموزش رو دیدن و در نهایت میخوام این رو به خاطر داشته باشین که هیچ پزشکی قرار نیستش که امتناع بکنه از ارائه خدمات به کسانی که مبتلا به HIV هستن. پرداخت هزینه ها توی مراکز مشاور بیماری های رفتاری به چه صورته؟ تمامی مراحل و خدماتی که توی مراکز مشاور بیماری های رفتاری ارائه میشن، از مشاوره تا درمان تا وقتی که دانشمندان درمان قطعی رو پیدا بکنن، رایگان هستش. ما چطور میتونیم مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شهر خودمون رو پیدا کنیم؟ با جستجوی کلیدواژه hivsti.com در مرورگرتون شما یه سایت براتون باز میشه که اونجا میتونید تمام استان‌ها رو ببینین و نزدیکترین مرکز مشاوره محل سکونت خودتون رو پیدا بکنین و اونجا برین تستا رو انجام بدین. آیا مطلب دیگه‌ای هست که بخواین بهش اشاره بکنین؟ مهمترین چیزی که طی این سالهای تجربه در کار با HIV خیلی ذهن من رو درگیر کرد و احساس کردم چرخه معیوبی ایجاد میکنه در پروسه در واقع درمان و کنترل HIV، نبود آگاهی و آموزش کافیه. به هر میزان که آموزش و آگاهی افزایش پیدا کنه در رابطه با HIV، هم افراد بیشتری میان تست میدن، هم کسایی که مبتلا هستن و اطلاعی از بیماری خودشون ندارن میان و اون چرخه ویروس رو در بدن خودشون قطع میکنن که این خب کمک خیلی زیادی به خود اون فرد و جامعه هستش که توش زندگی داره میکنه. و میخوام این رو تاکید بکنم، افرادی که HIV مثبت هستند هیچ گونه ویژگی خاصی ندارن که شما بتونین از روی ظاهر اون فردون رو تشخیصش بدین. هیچ گونه الزاما رفتاری رو هم نمیشه بهشون بست داد که به این علته که این کارو کرده که فرد مبتلا شده. درسته که میزان تعدد روابط جنسی و حالا هر چیزی که جزو روش‌های منتقل HIV هست ما رو بیشتر در معرض ابتلا بهش قرار میده، اما به این مفهوم نیستش که اگر فردی فقط یک بار تماس داشته باشه با یکی از روش‌های انتقال HIV نمیتونه مبتلا بشه. چرا؟ حتی با یک بار در واقع تماس با هر کدوم از روش‌های منتقله ما میتونیم به ویروس HIV مبتلا بشیم و این به ما این رو میگه که تمامی افراد نیاز دارن حتی یک بار هم که شده تو زندگیشون تست HIV رو بدن. شاید یکی از نزدیکان خودتون، از کسایی که اطرافتون هستن مبتلا به HIV باشن. پس سعی بکنیم که انگ و استیگما رو از روی این بیماری ورداریم و مثل همه بیماری‌های دیگه بهش نگاه کنیم، مثل فشار خون، دیابت و در واقع به عنوان توهین، قضاوت نباشه در واقع این بیماری، دستمایه آزار و آسیب دیگران نشه. در نهایت میخوام تاکید بکنم که حتما از رفرنس های معتبر مطالعه بکنین، حتما منابع علمی رو چک بکنین. سایت هایی که الزاما براتون بالا میان تو اولین جستجو مطالب دقیقی ندارن. سوال پیش میاد که اگه ما بیایم مرکز مثبت بشیم چه اتفاقی میفته؟ ما رو دستگیر میکنین، به خانوادهمون اطلاع میدین؟ اصلا همچین چیزی نخواهد بود. شما کاملا آزاد و مختار هستین که در هر مرحله از پروسه درمانتون درمان رو قطع کنین یا ادامه بدین. و از جمله خدماتی که ما اونجا میتونیم ارائه بدیم و همراه و همیار شما هستیم در زمینه درمان HIV اینه که روانشناسای تخصصی هستن که به شما کمک میکنن چالش‌های ناشی از ابتلا به این بیماری رو بتونین حل بکنین، مثل ارتباطاتی که توی خانواده با همسر،
و سوالاتی که پیش میاد که ما چجوری باید با یه فرد HIV مثبت زندگی بکنیم، از مواردی مثل تمکین درمان، چرخه آزمایشگاهی، همه اینها میخوام بدونین که به عهده ما هستش که توی مرکز بهداشت کار میکنیم و اصلا نگرانشون نباشیم و میتونیم کمک باشیم براتون توی این زمین. دوباره تاکید میکنم که اصل اول ما محرمانگی و رایگان بودنه و خوشحال میشیم که توی مرکز بهداشت ببینیم. امیدوارم با مسئولیت پذیری فردی و رسیدگی به سلامت جسممون بتونیم چرخه این بیماری رو در تمام جهان به پایان برسونیم. شاد و خوشحال و خرسند باشید. امیدوارم شنیدن این اپیزود از سایه تونسته باشه اطلاعات مفیدی رو در اختیار شما عزیزان قرار بده. براتون تنی سالم و روانی پویا آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید.